گرامی داشت نام نیکی بابا جان غفورов مکتب بزرگی تربیت خودآگاهی و خودشناسی تاریخی و افتخار ملی میباشد. بنابراین ما را ضرور است که خاطره این فرزند فرزانه ملت را پاس داریم. شاه اثر تاجیکان و دیگر آثار بی‌گزند او را پیوسته آموزیم و از کار و فعالیت فداکارانه‌اش سبق گیریم. این برای نسل جوان بسیار یک نمونه عبرت است. من نسبت بابا جان غفورov یک شخص فدایی نسبت به ملت تاجیک را می‌بینم. درود شنونده های گرامی، با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی کتاب تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورov، نشر مختصر علمی عاموی، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان قربان صابر. آغاز گفتار 39. بابا جان غفورov، تاجیکان. تاریخ قدیمترین، قدیم، عصر میانه و دوره نو. شرح و توضیح مختصری علمی و عاموی. خط سغدی و ادبیات آن. سغدیان دارای خطی خود بودند و خط آنها از خط آرامی ریشه گرفته بود. سال 1965 در ارک پنجکند باستانشناس اسحاقوف بار نخست در تاریخ الفبای سغدی را پیدا کرد. در تنه خم حرفها با مشق خط ثبت شده بود. الفبا 28 حرف دارد که آن تمام حرفهای الفبای آرامی است و حتی آن حرفهای نیز هستند که عملاً استفاده نمی شدند. خط سغدی در ناحیه‌های گوناگون آسیای میانه هر خیل بود. مثلا خط سغدی سمرقند فرق داشت. آثار خط سغدی پیش از همه در ترکستان شرقی یافت شد. این آثار با حروفات سوریانی، مانی و باز با حروفات نوعی سومی نوشته شدند که آن عیناً مثل حروفات اویغوری نباشد هم به آن اندک شباهت دارد. خط اویغوری در زمینه خط سغدی پیدا شده است. در بعضی متن‌ها تقویم سال شماری آورده شده است که به تقویم سغدی در آثار البقیه ابوریحان بیرونی ذکر شده خیلی عینیت دارد. همه این متن‌ها با یک زبان انشا شده‌اند. مواد زنده زبان یغنابی امکان داد که این متن‌ها خوانده شود، زیرا اکثر فاند لغوی آن به لکسیکه سغدی تعلق دارد. در ناحیه دوردست و مشکل گذری وادی یغناب باقی ماندن این شاخه زبان سغدی در تحقیق آثار خط سغدی مددی بی‌بهای رساند. بازیافت الفبای سغدی از پنجکند، آثار مشق خط سغدی پهلوی و عربی از مرو نشانه موجود بودن مکتب‌ها، دبیرستان‌ها می باشد. مکتبی خیلی پیشرفته خطاطی سغدی موجود بوده است. در پایان اکثر حجت‌ها با سپارش کی و از طرف کی اجرا شدن نامه‌های قلعه مغ نوشته شده است. از جمله نام خطاطان اسپنک دیوگان، رمتیش پسری وغشفرن ذکر شده است. در حقیقت سغدیان صاحب ادبیات بای دینی و دنیوی بودند. سیاحان خطایی دایر به ادبیات و هنری نوشتاری سغدیان و مضمون و مندرجه خیلی بای بعضی از آنها خبرهای زیاد می‌دهند. سرچشمه‌های عصر میانگی محلی نیز دایر به جهان معنوی و ادبی سغدیان روایت و افسانه‌های زیادی در بین مردم پهن شده. داستان‌های قهرمانی و سازندگی مخصوصاً درباره رستم و اسب او رخش، سیاووش و امثال آنها معلومات می‌دهند. سغدیان سمرقند و پنجکند بیشتر سیاووش را می‌پرستیدند.
به طفیل حجت‌های قلعه مخ مکاتبه رسمی سغدیان، حجت‌های حقوقی، مکتوب‌های مقرری، مکاتبه خواجگی و غیره دسترسی ما شدند. عقاید مذهبی. مسئله دیگری که اکادمیک باباجان غفوروف در تاجیکان به آن دقت داده است این اعتقاد و دین سغدیان می باشد. او می نویسد که درباره عقاید مذهبی ساکنان سغد در مأخذهای گوناگون سغدی، خطایی، عربی و تاجیکی و فارسی معلومات به نظر می رسد، ولی مقایسه این معلومات کار نهایت دشوار است و این سبب درباره نظام دینی سغدیان تا به حال یگان اثر مکمل تألیف نشده است. سوانتزن قید کرده است که در سمرقند ملیک و مردم به بودا ایمان ندارند و آتش می پرستند. ابو ریحان